اوه آواهی کارگاه زیتیه لآکره لبوده می 10 سالانه هاتیه راگرتن که بریانها زیت خمالی لوی کارگاه دهاته برمینان. اندامه که پارلمان کردستان بجید کمتر خمیه کازور هبو جدای خصنا وی کارگاه دا. یعنی بو کارگاه زیت الآکره که ولامت و فرمی دانف مع وزیر کشتوکاله که برهنده بیا اف تکنیکی هاتیه دانان یعنی مصرف های زورتره البرهمینان آوه و تا او زیت در چیتن گرانتر او زیت در وتیتن هرچند او خمالی تر و باشتر و جوری وی لی راستی کم ترخمیه که زور هبیه وقتی خو هاتا وقتی بری سال 2005 وقتی هاتیا کار کردن و برهمیش هبی زیت که زور باش در خست بلام حاجت هنده کو نرخ زور گرانه نهایت صرف کردن هاتیل کار کفتن. قایم قضای آکره با کرسات نیوز بجید نها اف کمپاینه دست حکومت دا نمایو خدا نوی کارگه سوزایوان که بستایل که نو جاره کدن وی کارگه بدتف کاری. کمپانیا زیتی او کارگاه زیتی الآکره ابروکنات دست حکمت دا یا دست کرده تایبت دا چونکه یه هات یک ریکرن اشلای روبریا پیش سازی پارزگاه ها دهو که بو حولات یکی اوی حولات یادای خستی ما مهمم وکی حکمت کریا خوی ورد گرین او نه کار کتن او نه آریشا ما حکمت بلکه آریشاویه او خدان کارگاه دیتی آنوی کارگاه دستی دا وعد دایم کو بشیوک استایل که نیو بسر و برکه نیوی کارگاه بدتش اگر ادعای خصنا وی کارگاه ود گرتن که او زیتی لوی کارگاه دهاته برمینان گرانتر بو جه درو جدست پیکا کارکرنا وی کارگاه چندین ولاتیان لویره کار دکر لینهو کارگاه که والا دهتا دیتن. دلبرین غازی کرسات نیوز آکره.